راهکارهای خوش اخلاقی در زندگی ما انسان‌ها چیست؟ خوش اخلاق به کسی گفته می شود که با گشاده روی، زبان ملایم و برخورد شاد و محبت آمیز با مردم روبرو شوند و در هر شرایط این توانایی را دارد که با خوشرویی برخورد کند. بعضی از مردم به طور طبیعی خوش اخلاق و خوش برخورد هستند که این یکی از مواهب الهی است، نصیب فرد مسلمان می شود. کسی که دارای اخلاق نیکو است باید خدا را با تمام وجودش شکرگزار باشد. ولی گروه چینی نیستند، اما می توانند با تمرین و ممارست و به کار بستن اصولی دقیق حسن خلق و خوش اخلاقی را در وجود خود زنده کنند و چنان در عمق جانشان نفوذ کند که طبیعت ثانوی شود. برخی از راهکارهای تحصیل خوش اخلاقی و مبارزه با بد اخلاقی عبارتند از توجه به ارزش و آثار معنوی آثار نیکان و همچنین زشتی، بد اخلاقی، تمرین و ممارست مطالعه احوال انسانهای خوش اخلاق و بد اخلاق، پرورش عواطف انسانی. در روایات برای خوش اخلاقی و خوشرویی آثار همچون از بین بردن گناهان، زدودن کینه ها، جلب محبت خدا و مردم ذکر شده است. در کتاب‌های اخلاقی برای حسن خلق و خوش اخلاقی دو معنا بیان شده است: یک، اتصاف به فضایل اخلاقی و تحصیل مجموعه کمالات و خصلت‌های پسندیده که انسان‌ها در مسیر خودسازی و پرورش نفس خود را به آنها می‌آراید. دوم، نرمخویی و خوش سخنی، گشوده‌رویی با دیگران. بنابراین به کسی خوش اخلاق گفته می شود که با گشوده‌رویی، زبان ملایم و برخورد شاد و محبت آمیز با مردم روبرو شود و در هر شرایط این توانایی را دارد که با خوشرویی برخورد کند. البته خوشرفتاری باید به گونه‌ای باشد که وقار و متانت از دست نرود. برای رسیدن به چنین صفات لازم است انسان خود را به صفات مزین کند که از فرد شخصیتی متین و با وقار و در عین حال خوش مشرب و دوست داشتنی و محبوب بسازد. صفات مانند تواضع، انسان دوستی، صداقت، فداکاری، گذشت، مهربانی و سایر صفات نیک انسانی است. دین اسلام همواره پیروان خود را به حسن خلق و نرمخویی و ملایمت در گفتار و رفتار فراخوانده است و از درشتی و تندخویی باز داشته است، چون این آموزه یکی از مهمترین عوامل قدرت، موفقیت و پیروزی انسان در زندگی است. چنانچه همین عوامل موفقیت پیامبران الهی به ویژه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم در جذب قلوب انسانها و گسترش دین بوده است. از آن را خدای مهربان پیامبران و سفیران خود را از میان انسانهای مهربان و خوش اخلاق برگزیده تا بهتر و آسانتر در قلبها نفوذ کنند و آنان را به سوی معرفت الهی راهنمود باشند. تعبیراتی که در این روایات در برابر فضیلت اخلاقی آمده است در کمتر مورد دیگری دیده می شود. این تعبیرات بیانگر نهایت اهتمام اسلام به این مسئله مهم اخلاقی است.